روسیه تلاش کرده است در چند سال گذشته در تاجیکستان مکتب و مرکزهای روسی تشکیل کند و برای تعلیم با این زبان به دوشنبه و گوشه‌های دیگر تاجیکستان آموزگار فرستاد. این در حالی است که شهروندان کارجوی تاجیکستان و زن و فرزندانشان در روسی خوشم ندارند و پیوسته تعقیب و تأخیر و گاه با سبب و بی سبب از آن کشور رانده می‌شوند. در یک گزارش در بخش مرکزی رادیو آزادی معلوم کردند که سرمایه‌گذاری‌های روسیه در این بخش در تاجیکستان بیهوده نیست و در پس تعلیم و تربیت منفعت‌های سیاسی نهفته است. در صحبت پیش از این برنامه همکارم کیومر سیاتا این گزارش را برای ما و شما خلاصه کرد. طاهر، در این مطلب سرمایه‌گذاری گسترده مسکو برای تعلیم و تربیت در تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی یک نوع تلاش برای حفظ نفوذ دیرینه روسیه در منطقه ارزیابی شده است، جایی که حالا چین حضور خود را بیشتر کرده است و طوری می‌بینیم در سالهای اخیر توجه کشورهای غربی نیز به آن افزوده است. در همین حال روسیه تنها در سال 2022 با اجرای یک طرح 150 میلیون دلاری 5 مکتب روسی را در تاجیکستان افتتاح کرد و نیت دارد که تا سال 2030 5 مکتب دیگر سازد. در این مکتب‌ها درس‌ها با زبان روسی می‌گذرند و تاریخ و فرهنگ روسیه از بخش‌های اساسی هستند. با وجود آنکه نسل جوان در تاجیکستان به آموختن زبان‌های انگلیسی یا چینی روی آوردند، طلبات به تحصیل در مکتب‌های روسی همانا بلند بوده است و مؤلفان گزارش گفتند که مهاجرت کاری و امکان تحصیل بی پول در دانشگاه‌های روسیه از جمله سبب‌های اساسی دانسته می‌شوند. همکاران ما با یک ساکن 42 ساله شهر باختر صحبت کردند که یک دخترش در مکتب روسی در همین شهر می‌خواند. نامش مختار است، او بیناکار است و می‌خواهد که پسرش را نیز به همین مکتب دهد. و گفته است که این مکتب راه را به دانشگاه‌های روسیه و احتمال به جایهای بهتری کاری در آن کشور باز کند. یک تحلیلگر سیاسی در تاجیکستان گفته است مسکو با بنیاد مکتب‌های نو روسی در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نسل آینده را هدف قرار داده است تا نفوذ خود را در دراز مدت تأمین کند. به گفته این کارشناس، جوانان آسیای مرکزی برعکس نسل بزرگسال از دوران شوروی هیچ خاطره ندارند و هرچه بیشتر زیر تأثیر کشورهای غربی و چین میمانند. از کیومر همچنین پرسیدم توجه و سرمایه‌گذاری‌های روسیه برای تأسیس مکتب و تحصیل با زبان روسی تنها در تاجیکستان است یا در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم عین وضع دیده می‌شود؟ روسیه در سراسر آسیای مرکزی ده‌ها طرح آموزشی را سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی از طرح‌های نمایان‌ترین این بنیاد قرارگاه دانشجویان با ارزش 200 میلیون دلار برای دانشگاه اسلاویانی روسیه و قرقیزستان در شهر بیشکک است. روسیه همچنین عهد داده است که در سراسر قرقیزستان چند مکتب نو تحصیلشان با زبان روسی خواهد ساخت. در قزاقستان که زبان روسی در برابر قزاقی مقامی رسمی دارد، توجه مسکو بیشتر به دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کسبی روانه شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 28 می امسال هنگام سفرش به قزاقستان گفت که تقریباً 60,000 دانشجوی قزاق در مکتب‌های عالی روسیه تحصیل می‌کنند. صرف نظر از کوشش‌های حکومت در ازبکستان برای تبدیل دادن زبان ازبکی به زبان اساسی تعلیم، تحصیل با زبان روسی در مکتب‌های عالی و بخش تکنیکی این کشور همانا سر استفاده بوده است. دانشجویان از ترکمنستان بر اساس سازشنامه‌های بین حکومتی تحصیل خود را در دانشگاه‌های روسیه ادامه می‌دهند و با وجود محدودیت‌های زیاد رابطه‌های تعلیمی را نگاه می‌دارند. در همین جا طاهر باید بگویم که پیشتر هم در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان مکتب و دانشگاه‌های روسی بودند، ولی حالا شمارشان بیشتر و توجه مسکو به این سمت افزونتر شده است. سرمایه‌گذاری روسیه به بخش معارف در منطقه در حال انجام می شود که حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند زبان و هویت ملی خود را تقویت دهند. این روند پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 آغاز شده، در سالهای اخیر سرعت بیشتر گرفته است. که همکارم کیومر سیاتا درباره تلاش روسیه جهت رایج‌تر کردن تعلیم زبان روسی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان صحبت می‌کرد. گزارش مفصل را در این باره می‌توانید در وبسایت azadi.org بخوانید.